تاجر ثروتمندی 4 همسر داشت. همسر چهارم را بیش از همه دوست داشت و مدام او را با جواهرات می‌آراست. همسر سوم را برای فخر فروشی به دیگران نشان میداد. همسر دوم محرم راز و پناه روزهای سختش بود. اما همسر اول، زنی وفادار که عامل اصلی ثروت و موفقیت او بود، همیشه نادیده گرفته میشد. روزی تاجر بیمار شد و فهمید مرگ نزدیک است. از همسر چهارم پرسید: آیا در مرگ همراه من میایی؟ زن گفت: هرگز، و او را ترک کرد. همسر سوم گفت: زندگی زیباست، بعد از تو دوباره ازدواج میکنم. همسر دومم گفت: من فقط تا پای گور همراهت میآیم، نه بیشتر. ناگهان صدای رنجور گفت: من با تو میمانم هر جا که بروی. تاجر نگاه کرد. همسر اولش بود که از بی‌توجهی ضعیف و رنجور شده بود. تاجر با افسوس گفت: ای کاش آن زمان که فرصت داشتم به تو بیشتر رسیدگی میکردم. در حقیقت همه ما 4 همسر داریم. همسر چهارم بدن ماست که بعد از مرگ رهایمان میکند. همسر سوم اموال ماست که به دیگران میرسد. همسر دوم خانواده و دوستان هستند که فقط تا پای قبر کنارمان میمانند. اما همسر اول روح ماست، تنها دارایی که تا ابد با ما خواهد ماند. اگه دوست داشتی بنویس: مواظب روحم هستم.